یه تا یا ابوالفضل باز این اومد ویدیوهای چرت و پرتش هم شروع شد. آخه مرد مومن کی با گیتار زدن به اون همه دلار پول میگیره؟ آخه تو با یه گیتار زدن میلیونه شدی که. مو تو به دنیا نمیدم. ماشاءالله فکر اقتصادیتم که خیلی بالایی. یکم هم اسفانی بازی خسیسی بالاخره کاری نداریم. حالا اون همه دلار گرفتی با 4 تا تونه 10,000 تومانی رفتی گل خریدی. همین دیشب بازم خواب تو دیدم، چشام گفت زده بازم رو عکسات نیا. داداش چی کار میکنی با فروختن یه نقاشی 4 تا آبرنگ اینجوری دستت کردی توش زدی رو اون تابلو بازم اون همه دلار؟ من جای این بودم الان 3 تا بنز خریده بودم. روزی که چشماتون نبینم. نه این دعاش هم مثل که داره تو سال 80 90 80 50 اینا زندگی میکنه. اون همه دلار گرفت 4 تا 10,000 تومانی داد انگشتر طلا گرفت. غمت نباشه من عاشقتم، حواست به عشق بابا این زنه رو بذارید بره کلاس فوتبال، خیلی علاقه به لغت زدن داره. باشه یکم کاریت نباشه تو فقط بخند با تو مجنونم. هنوزم یه تار مو تو به دنیا نمیدم. کاری ندارم ماشین با سرعت 20 تا زد به تو مردی، فقط چرا رو قبرت زده زهره اسارگی مادرم.